تنها خواننده‌ای که از ساسی ثروتمندتره ولی هیچ جا جار نمیزنه. وقتی که پا تو خوانندگی گذاشت هیچی نداشت، ولی الان فراری 458 300,000 دلاری زیر پاشه. ولی فقط این نیست، تو گاراژ خونه‌اش یک کرایسلر قدیمی هم هست که جز خاص‌ترین و گرونترین ماشین‌های جهانه. اون کسی نیست جز شادمهر عقیلی. بهش گفتن نباید تو آهنگت اسم ایران رو بیاری، ولی اون این کارو کرد. جالبه بدونی شادمهر کم تو زندگیش سختی نکشیده. اول پدرشو بعد برادرشو از دست میده. همین چند وقت پیش هم مادرش آسمانی شد و فقط الان تنها کسی که داره خواهرشه که هم براش مثل مادره، هم دوست و هم همدم. الان هم خدا رو شکر یه خونه تو شهر ساحلی لاگونا داره که به قدری بزرگه که میشه توش دوچرخه سواری کرد. یه استودیوی شخصی و باشگاه هم تو این خونه هست که شادمهر بیشتر وقتشو اونجا میگذرونه. میگن ثروت شادمهر بین 70 تا 90 میلیون دلاره که بخشی از پولشو به کودکان بی سرپرست و فقرا کمک میکنه. واقعا دمش گرم. خدا رو شکر که هنوز از این خواننده های مردمی و وطن پرست داریم. اگه شما هم عاشقشید قلب پایین و قرمز کنید.